در تحولات بین‌المللی و خاورمیانه رهبر عالی ایران درخواست‌های آمریکا برای تسلیم بی‌قید و شرط را رد کرده است. حملات از هر دو طرف در طول شب ادامه داشته. از روز گذشته هزاران نفر در حال ترک اسرائیل و ایران هستند. در ایران حدود 800 شهروند چینی از کشور خارج شدند و بیش از 1000 نفر دیگر هنوز در تلاش برای خروج هستند. یک کشتی تفریحی حامل پناهجویان از اسرائیل امروز صبح به قبرس رسید و حدود 1500 جوان را منتقل کرد. ایران امروز اعلام کرد در صورت دخالت ایالات متحده در حملات اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. یک مقام ایرانی گفت ما تحولات را دنبال می‌کنیم، ما اقدامات ایالات متحده را زیر نظر داریم و در هر زمان اگر به این نتیجه برسیم که آمریکا مستقیما در حملات علیه ایران دخالت دارد، پاسخ ما آغاز خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در ابتدا خود را از حمله غافلگیر کننده اسرائیل در روز جمعه دور نگه داشت، اما در روزهای اخیر نشانه‌هایی از احتمال دخالت بیشتر آمریکا نشان داده است. صبح امروز وقتی از او پرسیده شد که آیا ایالات متحده قصد دارد به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله کند، پاسخ داد شما نمی‌دانید که من می‌خواهم این کار رو بکنم یا نه. شاید این کار رو بکنم، شایدم نه. هیچ کس نمی‌دونه من چه خواهم کرد. فقط این را می‌توانم بگویم که ایران مشکلات زیادی دارد و آنها می‌خواهند مذاکره کنند و من گفتم چرا قبلا با من مذاکره نکردید؟ او در ادامه اضافه کرد برای ایران هنوز دیر نشده که از برنامه هسته‌ایش دست بکشه. در حال حاضر ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای تخلیه شهروندان خود از اسرائیل است، از طریق پروازهای ویژه و خروج از راه دریا با کشتی‌های تفریحی.